به نام خدا. امروز میخوام براتون نمایشنامه خشم شدید فیلیپ هوتس رو معرفی بکنم. نمایشنامه نوشته ماکس فریش، نویسنده اهل سوئیس، به ترجمه جناب آقای حمید سمنتریان. این نمایشنامه یکی از نمایشنامه‌های محبوب خودم هست و شخصا خیلی دوستش دارم و چند بار اون رو مطالعه کردم. یک داستان عجیب و غریب، یک موقعیت خیلی عجیب و غریب و پیچیده‌ای داره که خوندنش برای آدم حداقل میتونه جالب باشه و شما اون رو دنبال میکنید. آقای ماکس فریش در سال 1911 به دنیا آمدن و سال 1990 در واقع از دنیا رفتن. ایشون در ابتدا روزنامه نگار بودن و بعد به سمت معماری روی آوردن. مدتی در زمینه معماری فعالیت کردن، اما از 1940 به بعد ایشون رسما به عنوان نمایشنامه نویس و نویسنده پا به عرصه فعالیت توی این حوزه گذاشتن. ماکس فریش جزو بزرگترین نویسنده های قرن اروپا است. اون توی آثارش به هویت انسانی، مسئولیت های در واقع اجتماعی، هویت فردی و همینطور پوچی زندگی مدرن میپردازه و تو آثارش سعی میکنه این مسائل رو بهش بپردازه و اونها رو مورد انتقاد خودش قرار بده. زبانش ساده و قابل فهمه، اما بسیار عمیق و مفهومیه و گاهن از زبان طنز استفاده میکنه تا بخواد در واقع اون منظور خودش رو راحت‌تر برسونه. از مهمترین آثار آقای ماکس فریش میشه به آقای بیدرمان و آتش افروزان اشاره کرد، نمایشنامه دیگه به اسم آندورا و همینطور یک رمان به اسم هومو فابر. در دهه 50 بود که ایشون به اوج شهرت خودش در اروپا میرسه و در واقع رمان هومو فابر رو منتشر کرده بود و نمایشنامه آقای بیدرمان و آتش افروزان بود که تصمیم میگیره برای یک سالن نمایشی در شهر زوریخ نمایشنامه بنویسه و اون نمایشنامه میشه خشم شدید فیلیپ هوتس، یک نمایشنامه طنز و کوتاه. ماکس فریش از روزمرگی‌هاش سوژه میگیره و اونها رو تبدیل به یک روایت یا یک قصه میکنه. در این نمایش دکتر فیلیپ هوتس با یک بحرانی در زندگی زناشویش مواجه میشه. زنش بهش خیانت کرده و اون برای اینکه بخواد تصمیم به طلاق بگیره و از زنش جدا بشه در واقع قادر به این کار نیست. در نهایت یک تصمیم عجیب میگیره، اینکه به ارتش بپیونده. توی این نمایش در واقع اون واکنش های اغراق آمیز دکتر فیلیپ هوتس به مشکلاتی که براش پیش میاد باعث موقعیت های طنز میشه. این نمایشنامه میشه جزء آثار فرعی در واقع ماکس فریش در نظر گرفت. با این حال حتی توی همین اثر فرعی اون همچنان دغدغه‌اش هویت انسانی، آزادی و بحران پوچی در زندگی مدرنه. این اثر سالی روی صحنه رفت که نمایشنامه آقای بیدرمان و آتش افروزان رو صحنه رفته بود و عملاً دو وجهه مختلف آقای ماکس فریش ما می‌دیدیم. وجهه‌ای که کاملاً یک نمایشنامه انتقادی و سیاسی روی صحنه داشت و در همون سال نمایشنامه می‌نویسه و روی صحنه میبره که طنز هست و به مسائل خانوادگی و زناشویی میپردازه. دکتر فیلیپ هوتس توی این نمایشنامه در ابتدا به ما اینطور نشون داده میشه که یک آدم تحصیل کرده بسیار محترم و اینکه یه جوری همه چیز تحت کنترلشه، اما وقتی پیش میریم و میریم جلوتر نمایشنامه رو بخونیم میبینیم نه، اصلا اینطور نیست و اتفاقا هیچ چیز تحت کنترل دکتر فیلیپ هوتس قرار نداره. زنش بهش خیانت کرده، در مقابل حاضر نیست از اون جدا بشه. اینجاست که فیلیپ هوتس گیر افتاده بین اینکه عقلش و غرورش اجازه ادامه رابطه بهش نمیده و در مقابل همسرش به خاطر لجاجت و قوانین اجتماعی که وجود داره نمیخواد از اون جدا بشه و اینجاست که فیلیپ هوتس میخواد یک تصمیم بگیره و اون تصمیم پیوستن به ارتشه. یک جورایی این خشم درونی که بهش حاکم شده که حالا اسم نمایشنامه از همین در واقع
موقعیت گرفته شده اون رو وادار به این میکنه که یک تصمیم بگیره و اون تصمیم پیوستن به ارتش هست. از لحاظ عقلانی و منطقی به عنوان یک دکتر میخواد همه چیز رو حل بکنه، اما از لحاظ احساسی نمیتونه چنین تصمیمی بگیره و تحت فشارهای روانی که بهش وارد میشه قرار داره. اون به جای اینکه بخواد بایسته و با این مشکل مواجه بشه و اون رو حلش بکنه، تصمیم به فرار میگیره. به عنوان نماد یک انسان مدرن اون بین عقل و احساس و یک تصمیم منطقی و همینطور بین خواست آزادی فردی و محدودیت‌های اجتماعی در واقع گیر افتاده. فیلیپ هوتس یک شخصیت اغراق‌آمیز در این حال واقعیه. در واقع ماکس فریش از طریق اون میخواد به ما نشون بده که چطور یک بحران فردی میتونه تبدیل به یک بحران وجودی بشه. تماشاگر وقتی با فیلیپ هوتس همراهی میکنه اول بهش میخنده، به این تصمیمش، به این موقعیتش، ولی در واقع میبینیم که اکثر ماها توی همچین موقعیتی هستیم و در مواجهه با اتفاقات و مشکلات و فشارها ما سعی بر فرار از اون موقعیت میکنیم و خب این تصمیمی که تقریبا اکثر انسانهای مدرن با توجه به فشارهایی که وارد میشه بهش میگیره. دکتر فیلیپ هوتس صرفا یک کاراکتر کمیک نیست، اون یک نماد انسانی که عقل داره اما اختیار نداره. همین اتفاق باعث میشه که اون به مرز پوچی و خشم برسه. اگه بخوایم به همسر فیلیپ هوتس بپردازیم، اون شخصیت خیلی پررنگی شاید تو نمایشنامه نداشته باشه مثل خود فیلیپ هوتس، اما کلید بحران این نمایشنامه است. اون کسیه که هم خیانت کرده و در عمل اجازه جدایی هم به همسرش نمیده. همین رفتار دوگانه باعث میشه که فیلیپ هوتس تو این بنبست گیر کنه. اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، خشم شدید فیلیپ هوتس در واقع نمایشنامه‌ای که در نگاه اول به یک رابطه زناشویی، به در واقع خیانت، خشونت و خشم میپردازه. اما اگه بخوایم چند پرسش از این نمایشنامه برای خودمون مطرح بکنیم، میتونیم به این موضوعات بپردازیم. یک، اینکه انسان مدرن چطور بین تناقض بین عقل و احساس ممکنه گیر بکنه. مورد بعدی این که چطور قوانین اجتماعی و اخلاقی دست و پای انسان رو توی در واقع بحث آزادی های فردی میتونه ببنده. و در نهایت فرار فیلیپ هوتس از چنین موقعیتی یک راه حل واقعیه یا اینکه یک نمایش از پوچی انسان و در واقع گریز از چنین بحران‌هایی. این نمایشنامه به ما نشون میده که چطور پشت یک سری خنده‌های به ظاهر ساده تلخی‌های عمیقی در واقع حاکمه و ما با هر قسمت از خندیدن به اتفاقات کمیک این نمایشنامه داریم نگاهی میاندازیم به زندگی واقعی انسان. خشم شدید فیلیپ هوتس همونطور که گفتم مثل دو تا دیگه از آثار آقای ماکس فریش آنچنان شناخته شده شاید نباشه، ولی خیلی کوتاه هم هست. این نمایشنامه به ما میفهمونه که چطور انسان میتونه در زندگی امروزه خودش با بحران‌های هویتی وارد چالش بشه. این نمایشنامه خیلی نمایشنامه کوتاهیه و خوندنش وقت زیادی از شما نمیگیره، اما از نظر من نمایشنامه که بسیار ارزش خوندن داره، نمایشنامه‌ای که میتونه در واقع تلنگری باشه. بعد در واقع روانشناختی این نمایشنامه هم میتونه در واقع کلی جای پرسش داشته باشه و راجبش کلی صحبت کرد، ساعت‌ها میشه اون رو تحلیل کرد. اما خب اینجا فقط میخوایم در حد یک معرفی پیش بریم و خیلی وارد بحث تحلیلی اون نشیم. من میخوام در پایان در واقع نوشته پشت این نمایشنامه رو که در واقع خود آقای حمید سمندریان نوشتن، اینجا این رو از رو براتون بخونم. انسان‌های ماکس فریش درون خود شخصیت‌های متفاوتی را آزمایش می‌کنند. یعنی کوک ساعت وجود آنها به عقب برمیگردد. یک کاراکتر خودش را در کاراکترهای دیگر آزمایش می‌کند. فریش موجودیت انسان را با همان اصالت خود نشان می‌دهد و شوخی و جدی شخصیت‌های آثارش را با آن تست می‌زند و نمونه آن فیلیپ
هوتس است. این نمایشنامه رو در واقع نشر قطره منتشر کرده. حالا نسخه‌ای که من دارم چاپ 5 میشه، الان چاپ‌های جدیدش هم اومده و این کتاب رو میتونید تهیه کنید. این نمایشنامه جذاب رو بخونید. تعداد صفحاتش هم 66 صفحه است و میگم جز نمایشنامه‌ای که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم. چند بار همون رو خوندم. موقعی همونطور که گفتم ابتدایی فکر کنم در واقع ویدیو هم خدمتتون گفتم، نمایشنامه‌ای که موقعیتی که در واقع دکتر فیلیپ هوتس تو اون گیر افتاده بسیار شما رو وادار میکنه که دنبال بکنید، ببینید چه تصمیماتی قراره بگیره، چطور میخواد از این چالش در واقع یک جورایی فرار بکنه و خود همون مسئله فرارش کلی جذاب. تصمیم هایی که میگیره، کارهای مضحکی که توی خونه انجام میده، در واقع رفتارش با همسرش و با دوست خودش، با همسایه، با کارگرهایی که وارد خونه میشن، بسیار موقعیت های جالبی هستن و مواجهه های خیلی قشنگی دارن این کاراکترها با هم دیگه. حتما بهتون توصیه میکنم که این نمایشنامه رو بخونید، ارزش داره، واقعا ارزش خوندن داره. خشم شدید فیلیپ هوتس، نوشته ماکس فریش، حمید سمندریان، نشر قطره. مرسی تا برنامه بعد، خدا نگهدار.